پلیس میگه خانم من برام مهم نیست شما ماری جوانا دارید یا ندارید، وسایل تو جمع کن بریم. اینجا دیگه آلیشا دیوونه تر میشه، شروع میکنه فحش دادن و داد و بیداد کردن سر دوست پسر و بعدم سر پلیس داد و بیداد میکنه. بعدش اتفاقات خیلی شیرین و دلپذیری میفته. پلیس دیگه خسته میشه، میاد به آلیشا دستبند بزنه. آلیشا شروع میکنه لگد انداختن و وحشی بازی در آوردن. خودتون ببینید. Get your stuff and let's go. Do you not see me getting my I stuff? told you to get your necessities. And I'm getting my. You see my necessities? That's not necessary. My medicine, my stuff from the Last- military. It's enough. Back up. کار به جایی میرسه که پلیس شوکر میزنه بهش. آخه چه لذتی داشت. میدونم الان خیلی بدجنس به نظر میرسم، ولی من واقعا واسم فرق نمیکنه مرد و زن. کسی که داره با قلدری دیگران رو اذیت میکنه، چه مرد چه زن، حقش همچین بلایی سرش بیاد. بعدش هم تو همین داستان اگه مرده داشت اینجوری سر زن فریاد میزد بهش میگفت عقب مونده، خیلی زودتر از اینا بهش شوکر میزدن. خلاصه دستگیرش کردن و به جرم مقاومت در مقابل پلیس و خشونت خانگی علیه دوست پسرش باید محاکمه بشه. در مورد سه تا بچه‌ها هم همون موقع که پلیسا بردنشون و منتظر بودن که باباهاشون بیان و تحویلشون بگیرن، بردنشون براشون بستنی بخرن و میبینید که بچه‌ها اصلا ناراحت نیستن که از مامانشون جدا شدن.